از پدر و مادر دعایشان قبوله. بگی پدر و مادر دعا بکن که الله گناهان مرا ببخش، از تقصیرات من درگذرد، آبرو به عزت من حفظ بکنه، الله مشکلات من حل بگردانه. این دعا را از پدر و مادر بخواهید، در حقتون دعا بکن. چرا دعایشان قابل قبوله، دعایشان رد نمیشه، برگشت نداره دعایشان. سبحان الله. کسی آمد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که یا رسول الله، بی نهایت گناهی زیاد کردم، جرمم زیاده. پیغمبر میگه مادر و پدر زنده است؟ میگه نه خیر یا رسول الله. میگه خالت زنده است؟ میگه بله یا رسول الله. میگه برو به خالت احسان بکن، بگو در حق دعا بکن. یعنی چون خاله هم به منزله پدر مادره، به منزله مادره، دعایشان در حقتان قابل قبوله. این دعای مادر و پدر رو دست کم نگیرید. والله قسم است که اگر مادری ناراض باشه از فرزندش، خدا ازش ناراضه، پیغمبر ازش ناراضه. اگر او دست بلند بکنه دعا بکنه در حقیت، میلیاردر باشی فقیر میشی، قدرتمند باشی به رعیت تبدیل میشی، عالم باشی به جاهل تبدیل میشی.